الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادری از ما سوال کردند که مسواک کردن در ماه مبارک رمضان آیا افضل است یا نکردنش افضل است و آیا مسواک کردن در ماه مبارک رمضان از رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد شده است یا نه؟ اما بعد جواب این سوال این است که مسواک کردن البته این همیشه سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، خواه در ماه رمضان باشد و خواه در غیر ماه رمضان باشد. در مسئله مسواک کردن از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث های زیاد ثابت شده است و وارد شده است در بخاری و مسلم و در سنن مسند. روایت ها از صحابگان، روایت های صحیح بسیار زیاد است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیش از قرائت قرآن کردن، پیش از هر یک نماز، در درون طهارت و در همه حالت چی میکردن؟ مسواک میکردن. و این مسواک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عموم بود، یعنی در حالت ماه آمدن داخل شدن ماه رمضان مسواک را ترک نمیکردن، بلکه همیشه کارشون همین طور بود. در ماه رمضان و غیر ماه رمضان یک نمود مسواک میکردن. و حتی حدیث صحیح هم هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم مسواک کردن در حالتی که روزه دار بودند. پیامبر صلی الله علیه و سلم مسواک میکردن در حالتی که روزه دار بودند و این حدیث از عایشه رضی الله عنها روایت است و حدیثی صحیح است. پس برای همین میگیم که مسواک کردن افضل است. در ماه مبارک رمضان مسواک کردن افضل است، از ترکش ده افضل است، برای اینکه سنت است، باید مسواک کرده شود. پیش از نماز، مثلا پیش از شروع کردن قرائت قرآن، یا که عادی پیش از در آمدن به خانه و بر آمدن، یا که در یگان وقت خولگی تازه کردن دندان، به شرطی که آب دهان خود را به بیرون کنید، پرتوی توف بکنید. چرا که اگر همون نوده‌ای که شما به دهانتون مسواک میکنید به نهایت تار سخت باشد و آب زیادی از اون بیرون شود و شما این آب را وقتی که به درون دهان میبرید روزه اینشون را میشکند. اما وقتی که آبش کم است، آبی کم دارد، یا که چوب که مسواکی که شما به اون مسواک میکنید خشک است، اینقدر آبدار نیست، در این حالت هیچ باکی ندارد. اگر به درون انسان برآمدن باکی ندارد، روزه است. بارک الله فیکم. پس مسواک کردن ان شاء الله درجه شما رو بالا میبرد و در این روز مبارک مسواک کردن خوب است و سبب قبول دعا می شود. حتی پیش از دعا کردن مسواک میکردند. بارک الله فیکم. و این بود جواب سوال. بارک الله فیکم.